السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد المطلب با قریشی ها از صحرا به مکه برگشتند و آب زمزم از آن عبدالمطلب شد. عبدالمطلب یعنی بابای رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 تا پسر و 6 تا دختر داشت. پسرانش حمزه، عباس، ابو طالب، ابو لهب، عبدالله، حجن، ضرار، مقدم، الزبیر و حارث. از این 10 پسر عبدالمطلب 2 تاش مسلمان شد در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم، حمزه رضی الله عنه و عباس. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 تا عمک داشت، از این 10 تا حمزه و عباس مسلمان شدند. دختران عبدالمطلب صفیه، ام حکیم، عاتکه، امیمه، اروه و بره. وقتی که عبدالمطلب چاه زمزم را جستجو میکرد، با او یک پسرش بود، دیگران خرد بودند یا اینکه نبودند. یک پسرش او را حمایت میکرد و خود را کم قوت احساس کرد. بعد از اینکه زمزم از آن عبدالمطلب شد، نظر کرد، یعنی نیت کرد، نظر کرد که اگر 10 تا پسر داشته باشد، یکی از آنها را ذبح میکند، یعنی قربان میکند، یکی از آن پسران را قربان میکند. در زمانه جهالت زندگی میکردند، دختران را زنده و زنده گور میکردند. وقتی پسر دهمش عبدالله تولد شد و عبدالله یعنی پدر رسول الله صلی الله علیه وسلم از همه خرد بود، باباش یعنی عبدالمطلب عبدالله را، پسر خردی را بسیار دوست می داشت. وقتی عبدالله بزرگ شد، اکنون وقت رسیده بود که نظر خود را بجا بیاورد. به نزد کاهنی رفت، به نزد جادوگری رفت و قصه را با او نقل کرد. کاهن گفت 10 تا جام را میگیریم و در هر جام نام یک پسرت را می نویسیم و جام ها را می اندازیم و یکی از جام ها را می گیریم. نام کدام پسرت که برآمد، همان را ذبح میکنیم، همان را قربانی میکنیم. عبدالمطلب می گفت فقط نام عبدالله نبراید. دعا میکرد، می گفت فقط نام عبدالله نبراید، من به خیر هستم. در 10 جام نام 10 پسر را نوشتند و جام ها را انداختند. یک جام را کاهن اختیار کرد، گرفت، گشادن نام عبدالله نوشته شده است، یعنی نام پدر رسول الله صلی الله علیه وسلم. آن وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبود و عبدالله هم جوان بود. اکنون عبدالمطلب پسر خردی خود را، عبدالله را بسیار دوست می دارد، ولی نامش برآمده است و باید نظر خود را بجا بیارد، باید ذبح کند. عبدالمطلب عبدالله را گرفت و به نزد بت اساف رفت و اکنون میخواست عبدالله را ذبح کند، یعنی بکشد، با کارد سرش را ببرد. قریشی ها این ماجرا را دیدند، آمدن پرسیدن چی میکنی؟ عبدالله گفت نظر خود را بجا می آورم. گفتند چی نظر است؟ خب نقل کرد. قریشی ها گفتند نه، این کار را نمیکنی و عبدالله را از یک طرف قریشی ها میکشیدند به سوی خود، از یک طرف عبدالمطلب به سوی خود میکشید. بالاخره نگذاشتند که عبدالله را عبدالمطلب ذبح کند. عبدالمطلب گفت من نظر کردم، راه حل چیست؟ من باید نظر خود را بجا بیارم. قریشی ها گفتند نه، نکن.
اگر تو پسر دهمت را یعنی عبدالله را ذبح کنی بکشی، این در بین عرب ها سنت می شود و عرب ها اگر کسی از آنها 10 پسر داشته باشد، یک پسر خود را ذبح می کند. خب عبدالمطلب گفت راه حل چیست؟ چیکار کنیم؟ قریشی ها گفتند به نزد کاهن می رویم و از اون می پرسیم. به نزد کاهن رفتند و قصه را نقل کردند که می خواهد بکشد. اگر عبدالمطلب عبدالله را ذبح کند، سنت می شود در بین مردم. خب کاهن یعنی جادوگر گفت خونی یک آدم کشته شده چی قدر است؟ قریشی ها گفتند 10 تا شتر است. یعنی یک نفر را کشتند، خب خونی همون آدم برای پرداخت کردن خونی همون آدم 10 تا شتر می دهند. کاهن گفت در یک جام 10 تا شتر بنویسید و در دیگر جام نام عبدالله و یک جام را اختیار کنید. یعنی جام ها را می اندازید، یک تا را اختیار می کنید. اگر نام عبدالله برآمد 10 تا شتر ذبح می شود و باز جام ها را می اندازید تا وقتی که جام شترها برآید. قریشی ها به مکه برگشتند و در نزد کعبه در 2 جام یعنی در یک جام 10 تا شتر نوشتند و در یک جام دیگر نام عبدالله را نوشتند و جام ها را انداختند. یک جام را گرفتند، نام عبدالله برآمد. عبدالمطلب گفت 10 شتر به نام عبدالله ذبح می شود. بار دیگر انداختند، بار دیگر هم نام عبدالله برآمد. 10 شتر دیگر در عوض عبدالله ذبح می شود. همین طور 10 مراتبه نام عبدالله برآمد که همگی 100 تا شتر شد و 11 مراتبه وقتی که جام ها را انداختند شتر برآمد. یعنی در عوض عبدالله 100 تا شتر را قربانی کردند. عبدالمطلب آرام نشده بود و 3 مراتبه دیگر جام ها را انداختند و 3 مراتبه شتر برآمد و بعد از این آرام شد و امر کرد 100 تا شتر را ذبح کنند به جای عبدالله. برای همین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من پسر 2 قربان شده هستم، یعنی عبدالله و اسماعیل علیه السلام. وقتی عبدالله جوانی برومند شد، عبدالمطلب او را همسر داد. یعنی عبدالله با آمینه ازدواج کرد. آمینه دختری وهب و از نسل عبدالمناف است، یعنی از نسل اسماعیل علیه السلام است. پدر و مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم از نسل اسماعیل علیه السلام است. مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم در یثرب یعنی در مدینه زندگی میکرد و وقتی عبدالله ازدواج کرد همسرش را به مکه آورد. یعنی تقاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم از مدینه منوره بودند. آمینه حامله شد که عبدالله هم یعنی پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم یتیم شد پیش از این که تولد شود، یعنی پدر خود را ندید. وقتی تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک شد، مادرش آمینه خوابی دید که پسرش یعنی خوابی دید که پسری تولد میکند و با پسرش نوری میبراید و این نور همه دنیا را در بر میگیرد. و باز خوابی دید که با رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی گفته می شود اعیذک بالله الواحد من شر کل حاسد، یعنی از الله یکه و یگانه پناه می طلبم از شر هر حاسدی. بعضی علما میگویند رسول الله صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه ماه ربیع الاول در سال فیل تولد شد،
یعنی سالی که ابرهه میخواست با فیلها کعبه را ویران کند، رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از حادثه فیل 50 روز بعد تولد شد. حسان ابن ثابت رضی الله عنه که شاعر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود میگوید من از رسول خدا 7 سال بزرگم. و حسان ابن ثابت از اهل مدینه است. میگوید در مدینه بودیم، یعنی با یهودی ها یا اینکه نزدیک یهودی ها نشسته بودیم و علمای یهودی با آواز بلند صدا می زدند. می گفتند امروز ستاره احمد برآمد، ستاره که فقط به آمدن پیغمبر خدا می براید. و یکی از علامت هایی که اشاره به آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم می کرد این بود که آمینه مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی حامله بود هیچ مشکلی یا اینکه هیچ مشقتی نکشید. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم تولد شد، یعنی در حالتی بود که بشکم بود و با دستهایش ایستاده بود و سرش را به سوی آسمان برداشت. بعضی علما میگویند ختنه شده تولد شد و بسیار خوشحال بود، تبسم میکرد. وقتی خبر به بابایش به عبدالمطلب رسید بسیار خوشحال شد. به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و به عبدالمطلب گفتند یعنی ختنه شده تولد شده است و تبسم میکند و با آسمان سرش را برداشت و همین صفات را گفتند. عبدالمطلب بسیار خوشحال شد و گفت قسم به الله پسرم آینده دارد، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم آینده دارد. و رسول خدا را گرفت و به درون کعبه در آمد و الله را شکر کرد. اما نامگذاری رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم را محمد نامیدن سبب دارد. چند سالها پیش از تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم عبدالمطلب با 3 رفیقش به شام سفر کردند برای تجارت. در راه یکی از عالمان یهود با آنها ملاقات کرد و پرسید شما از کجا هستید؟ آنها گفتند ما از مکه هستیم. عالم یهودی گفت از منطقه شما پیغمبری میبراید، یعنی به نزدیکی بعد از چند سالها پیغمبری میبراید. پرسیدن نام آن پیغمبر چیست؟ عالم یهودی گفت محمد است. پیش از این نام محمد در بین عرب ها هیچ کسی نمیگذاشت، نام محمد را نمیدانستند. عبدالمطلب با 3 رفیقش به مکه برگشتند. رفیقان عبدالمطلب پسران خود را محمد نامیدند. عبدالمطلب پیر شده بود، گفت اگر نبیردار شوم محمد می نامم. رسول الله صلی الله علیه و سلم تولد شد، نامش را محمد گذاشت. در مکه 4 نفر محمد نام داشت. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم تولد شد قصر کسری لرزید. 14 تا بالکن قصر افتیدند و آتشی که عبادتش میکردند خاموش شد و ایرانی ها یک دریای مقدسی داشتند. دریا خشکید، در 1 روز آبش خشک شد و کسری پادشاه ایران سخت ترسید. یعنی همه این حادثه ها در یک وقت. جادوگران و خوابنگاران را به نزد خود خواند و از آنها پرسید چی معنا دارد؟ همه این حادثه ها چی معنا دارد؟ جادوگران گفتند همه این به سبب تولد پیغمبری هست. معنای 14 تا بالکن یعنی بعد از 14 پادشاه ملک فارس از بین می رود. کسری گفت
14 تا پادشاه سالی زیاد است. بعد از وفات کسرا در مدت 4 سال 10 تا پادشاه وفات کرد. این علامت از بین رفتن ملک فارس بود و همچنان علامت آمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم. از عادت قریش بود که هر کودک تولد میشد او را در دهات تربیت میکردند به سببهای گوناگون. یکی از سببهاش عرب ها از هر طرف به مکه می آمدند و کودکان در آنجا از دیگر عرب ها زبان می آموختند و زبان عربی تازه از بین می رفت. و سبب دیگر این بود که کودکانی که در دهات بودند تربیت می شدند بسیار با قوت بودند. برای همین کودکان را از مکه به دهات می فرستادند و همچنان مردمی که از هر طرف می آمدند با خود بیماری می آوردند به مکه. برای همین کودکان را به دهات می فرستادند. هوای دهات صاف و تازه بود و بیماری در دهات کم بود. زنهای دهاتی به مکه می آمدند و کودکان را با خود می بردند و در عوض با آنها کمی پرداخت می شد. زنها نرخگذاری نمی کردند، یعنی عیب بود. نرخگذاری کردن عیب بود. چه قدری که می دادند همون را می گرفتند و می رفتند. از قبیله بنی سعد زنها تیاری دیدند و به سوی مکه حرکت کردند. در بینشان حلیمه سعدیه با شوهرش بود. حلیمه سعدیه بسیار نادار بود و حلیمه سعدیه کودک داشت، ولی باز هم میخواست کودک کسی دیگر را بگیرد تا که سبب رزق و روزیش شود. وقتی قبیله بنی سعد حرکت کردند، حلیمه سعدیه از پشت همه ماند، برای اینکه در مادخر سوار بود و بسیار آهسته حرکت میکرد. قبیله بنی سعد به مکه رسیدن، هر کسی به خانه می در آمد و کودکی با خود می گرفت. آنها به خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم می در آمدند، ولی وقتی می فهمیدند که رسول خدا یتیم است، رسول خدا را نمی گرفتند. می گفتند یتیم باشد اگر پول ندارد، چیزی ندارد برای پرداخت کردن. حلیمه سعدیه هم به خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم در آمد. اول نگرفت و دیگر کودک هم نیافت برای گرفتن. شوهرش گفت به خانه یتیم درآییم و یتیم را بگیریم، شاید برکتی برای ما شود. حلیمه سعدیه راضی شد و به خانه آمینه در آمد، یعنی به خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم در آمد و رسول خدا را گرفتند. وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم را گرفتند، برکت در اینجا شروع شد. وقتی برگشت، مادخر از همه تیز حرکت میکرد، یعنی زنها در تعجب ماندند. از آن طرف از همه پشت بود. وقتی کودک را گفت بسیار تیز حرکت میکند، اهل دهات گفتند که ای حلیمه، این همان مادخر است که از دهات آمدی؟ حلیمه گفت بله. گفتند چرا اینقدر تیز حرکت میکند؟ عجیب است. حلیمه پیش از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم را بگیرد شیری کم داشت، یعنی کودک خود را هم سیر کردن نمیتوانست. ولی بعد از که رسول الله صلی الله علیه وسلم را گرفت، برکت شد. هم کودک خود را هم رسول الله صلی الله علیه وسلم را سیر میکرد. و همچنان گوسفند داشت. ماده شتری بسیار پیر داشت که بسیار کمزور بود. با برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم گوسفند داشت و ماده شترش فربه شد، شیر میداد. اهل دهات در تعجب ماندند که ماده شتر فربه شده است و شیر میدهد. اهل دهات چوپانان را میگفتند از جایی که گوسفندای حلیمه میچرد، در جایی که گوسفندای حلیمه میچرد در همان جا گوسفندان را بچرانید، اما گوسفندای آنها فربه نمیشدند. یعنی همه این برکت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. وقتی کودکان 2 ساله می شدند، اهل دهات کودکان را به خانه پدر و مادر برمیگرداندند. رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 ساله شده بود، مثل که 6 ساله بود، یعنی بسیار بزرگ شد. و وقتی کودکان را به مکه برگرداندند، حلیمه سعدیه رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خانه‌اش برگرداند و بسیار التماس میکرد که بار دیگر او را یعنی
ба ӯ бидиҳанд то ки ба диҳот бибарад. яъне баракат аз пушти расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бисёр шуда буд. омина дид ки бисёр илтимос мекунад ҳалима, расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро бори дигар ба ҳалима дод ва расули худоро ба диҳот оварданд. ҳалима мегӯяд баъд аз чанд моҳ ки аз Макка ба диҳот омаданд, расули худоро овард ва бо духтару писаронаш бозӣ мекарданд. ҳалима як духтари дигар ҳам дошт ки номаш Шаймоъ буд, яъне хоҳари расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам мешавад. расули худо бо дигар кӯдакҳо бозӣ мекард ва чанде гузашт, писари ҳалима омад ба назди ҳалима ва падараш, яъне ба назди Ҳорис ва гуфт бародари Қурайшиам ва бисёр тарсида буд. ҳалима ва Ҳорис гуфтанд чӣ шудааст? гуфт ду марди сафедпӯш омад ба назди ӯ ва ӯро ба замин афтонданд. ҳалима ва Ҳорис сахт тарсиданд, ба назди расули худо давиданд, омаданд, диданд расули худо рангу рӯяш дигар шудааст, тарсидааст, пурсиданд туро чӣ шудааст? расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин моҷароро нақл кардааст. мефармояд ба наздам ду нафари сафедпӯш омад, яъне ду малоика омад, манро ба замин афтоданд, синаамро кушоданд, диламро берун карданд ва шустанд. яъне дили расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро дар зарфи тиллоӣ ки бо оби замзам буд, дар он зарфи тиллоӣ шустанд. аз дилам хуни сахтшудаи сиёҳро бароварданд ва дур андохтанд. гуфтанд ин ҷои шайтон буд ки дигар ӯро ба ту роҳ нест. ва диламро пур аз ҳикмат карданд ва диламро пас гардонданд ва ҷояшро, яъне синаамро духтанд. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам синаашро кушод ва нишон дод ки синаи расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам яъне духта шуда пай буд. вақте ҳалима ва Ҳорис инро диданд, тарсиданд, гуфтанд шояд ба наздаш ҷин омада бошад ва расули худоро ба Макка оварданд ва гуфтанд мо Муҳаммадро сиҳату солим ба наздатон баргардондем. модари расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар тааҷҷуб буд, яъне расули худоро чанд моҳ пеш гирифта буданд ва ин қадар зуд баргардонданд. ҳалима гуфт шумо ин қадар илтимос кардед, ӯро бо худ мебаред, акнун чанд моҳ гузашт, ӯро овардед, чӣ аст, чӣ гап аст, чӣ хабар аст? ҳалима гуфт ҳеҷ нест, фақат тарсидем ки чизе ба ӯ нашавад. омина гуфт на, сабаби дигаре ҳаст. вақте бисёр пурсид, ҳалима нақл кард. омина гуфт оё шумо тарсидед ки ӯро чизе мешавад? гуфтанд бале. омина гуфт на, ба худо қасам пеш аз вилодаташ овозе шунидам ки мегуфт уъидука биллаҳи лваҳид мин шарри кулли ҳасид, яъне барои ту аз Аллоҳи якка ва ягона паноҳ металабам аз шарри ҳар ҳосиде. ба худо қасам ӯро ҳеҷ чизе намешавад. ва ҳалима ва Ҳорис расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро дар Макка гузоштанд ва ба деҳоти худ баргаштанд. иншоаллоҳ таоло давоми ин қиссаро дар навори баъдӣ якҷоя мешунавем. вассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.